درود و سلام دوستان ارجمند بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک بازم یکی از برنامه‌های یوتیوب کانال ما پیش روی شماست و این بار ما یک مهمان بسیار هم عزیز رو دعوت کردیم و عجیب است که بدون گفتنی نام و نسبشون اگر من یک پارچه از آثارشون اگر برای شما زمزمه کنم، شما میدونید که این کس کی هستند. این کس مؤلفی بهترین میهن‌نامه‌های کشور هستند و شما الکی پای میبرید از خواندن این مصرع‌ها که وطن بر جلال و بشانت قسم، به پاکی رود روانت قسم. شما این مصرع‌ها را همراه مؤلف این ترانه بارها حتما هم‌آوازی کردگی هستید. از دلتان، از وجودتان عشق وطن و مهر و محبت نسبت به میهن البته جوش زده است و این کس استاد تابش هلالی هستند. در برابر آنه که سراینده حرفه‌ای هستند، همزمان آهنگساز بسیار هم چیره دست هستند و برای بهترین سرایندگان ما آهنگ‌های مرغوب ایجاد کرده هستند. ما این کس را دعوت کردیم که در مورد موسیقی، شعر و اخلاق جوانان همراهشان صحبتی داشته باشیم. خوش آمدید. سپاس و درود. عجیب است که خودی تابش هلالی نیز به دنیای استراده با یک شور و شعف آمدند و حتی ما در یاد داریم که یک نماهنگ های عجیب هم داشتید، یعنی کلیپ ها برای ترانه های خودتان ثبت میکردید و حتی اشتراک داری اون کلیپ ترانه ها خودتان هم بودید، یعنی همچون نقش آفریننده، یعنی همچون اکتیور هم اونجا حضور داشتید. اما ناگهان اصلا گریم اوجی شاید من همچون یک مخلصتان شاید اشتباه کنم، اما اوجی ترانه سرایی شما فکر بکنم همین سوگند وطنداری بود و بعدا ناگهان شما گویا به عزلت رفتید و به دیگران آهنگ بستید، برای دیگران شعر انتخاب کردید، برای دیگران ترانه ساختید، به دیگران بال و پر بخشیدید، به دیگران استادی کردید. در بعضی انسامبل های دانشگاهی مثلا رفتید برای رشد یافتنی بعضی استعدادهایی که در داخل دانشجوها بودن با اونها سرگرم شدید، مشغول شدید، اما خودتان یک نوع از صحنه های بزرگ دور رفتید. چه سبب ها و عامل ها داشت؟ خب از نظری اول، از نگاه اول من فکر میکنم حالا اونقدر دور نرفتم از صحنه. زیاد اگر حسابات هم نشود، شخصا برای خودم شاید من اشتباه هم کنم، سال نیست که من مثلا 4-5 سرود ایجاد نکنم مثلا روی صحنه نایم. بیشتر درست هم قید کردی، بیشتر در جشن‌های خب جشن‌های سطح دولتی حکومتی شرکت میکنم، ولی خب پیراهی ایجادی هم رو گویم کمی فراختر کردم. چگونه؟ خب از اول چنان که شروع کرده بودم، خب اون اگر در نظر داشته باشی همون کلیپ هایی که کلیپ هم اون گفته نمیتونم، یک لوحه ویدیویی، چون که مثلا یک سوژه و گویم سوژه معین نداشتن چی در اساسی همون سرود، در اساسی مضمون همون سرود، از مثلا مأخذهای تاریخی، تصویرهای تاریخی همون می ساختیم، یعنی که توهم به موضوع همون سرود گویم که یک لوحه ویدیویی تاریخی هم بود، چی غرور نیاگان و چی سوگند وطنداری و یا سرسپرده وطن. چرا نماهنگ به نوار گرفتن از بین رفت؟ واقعا مبلغی کلان طلب میکند یا که خودی حوصله اونها نیست؟ نه خوب ببینید، اصلا که طلبات زیاد است برای نماهنگ ها و برای همون کلیپ های ویدیویی که میگوییم. در حقیقت خب همون موسیقی هم رشد میکند، جهان موسیقی هم رشد میکند، خب تکنولوژی نو رشد میکند برای کلیپ نواها. مثلا اون تصویر ویدیویی کامراهای ببینید، حاضر همین جهازی که شما حاضر ثبت میکنید مثلا هزارها
یعنی صفتاً قدرت این زیادتر است از اون مثلا همون ویدیویی که سالهای 90 ثبت میکردن کلیپ. یعنی که جهانی تکنولوژی رشد کرده است و در حقیقت خراجات کلان رو هم خب طلب میکند. سراینده هایی که تازه به میدان آمدند و اعتراف هم شدگی نیستند، صدای مثلا کرایه هم ندارند، در خارج کشور مثلا میرن نماهنگ ها میسازند و خودی سراینده حرفه‌ای از این چیز دست کشیدند، در حالی که وقتی که ترانه با یک نوار هم موضوعی اون اگر توام شود هم بیننده زیاد میگیرد، هم تلویزیون و البته ما چندین تلویزیون تاسیس دادیم، برای تلویزیون های ما هم مواد تیار میشد، اما خودش سراینده حرفه‌ای از این چیز دست کشیدن. عجیب است. بله خب ببینید آنچه که گفتی که در خارج کشور مثلا ثبت میکنن، خب میدونی در حقیقت همون جهانی شویی که میگوییم، گلوبالیزاسی که میگوییم، باید در همه جا باشد، در همه پهلوهای حیاتی جامعه، هنر، نمیدونم ایجاد، اختراع، در همه باید باشد. و همین یک قدم دیگر بود. مثلا ایجاد رو بارها گفتم که ایجاد و ایجادیات رو در یک چارچوبه باید محکم نکنیم. ایجادیات عموما یک پهنای است، یک فراخی دارد. ببینید برای همون سرود و ایجادی که هنرمندا چه حرفه‌ای باشد چه هوسکار باشد، خب همون ایجاد می شود، باید همقدمی حیاتی مثلا تکنولوژی باشد. ببینید ما در نظر نمیگیریم مضمون و کسبیت اون سروده، اما چی طور پیشنهاد می شود، در کدام سطح، در کدام صفت، با کدام تجهیزات. یعنی که این مهم است، حاضر این مهم است که ما توانیم اقلا با همون تکنولوژی، ما نه تنها در کلیپ مثلا گفته که در خارج کشور کلیپ وای میکنن، حتی ثبت های سرود، استودیوهای مثلا حاضر میدونم که زیاد در تاشکند، در الماتا، در روسیه حتی رفته ثبتیو که در اروپا ثبت میکنن. شما بسیار زیبا از مسئله ها دور میشوید، اما این قفامانی سرایندگان ما نیست؟ آیا که از جهان معاصر، از استفاده بهترین امکانیت های تکنولوژی که امروز میتونن اونها رو به جهان معرفی کنند، از محدودی تایسان برارند؟ یک سراینده حرفه‌ای ما در محدودی خودش، در همون محل خودش میسراید و گذشته میره. بله. و در زمان کرونا ده ها سرایندگان بهترین ما گذاشتند و همون صدای با خود بردند. دیگه نه کلیپ، حاضر کلیپ ترانه جمشید اسماعیلوف میکوبید سالهای 90 میابید، نمیابید که چهره همین جمشید اسماعیلوف سالهای زنده بودنش در سالهای آخر زندگیش چگونه بود. ما یعنی که دربارش نه نوار داریم نه کلیپ ترانه داریم. متاسفانه. بله ببین بزرگ. به حقیقت به حقیقت رویاروی نگاه اکنون آیسته من و شما صحبت شما آمدیم به یک پهلوی مهمترینی، یک جزء، یک عنصر مهمترینی هنر و صنعت و رشد آن، مارکت، بازار. اکنون همه گفته های تو در همین یک عباره بازاری، یعنی که بازار هنر، خب می توانیم نقطه گذاشت. چگونه؟ یعنی که امکانیت فراهم شد که مثلا دلخواه هنرمند، هوسکار، حرفه‌ای تواند که هنر استعدادش خوب خودش رکلام کنه، بله روی بازار برارد. خب انمون سبب برگشتن ما، سببگار اساسی اینمی بازاری مارکت است. خب ببینید من مثلا
حاضر جهان هنر و موسیقی تاجیکستان عزیز را بسیار رنگارنگ میبینم. از آن که گفتی در حقیقت حالا هم کم است اما رنگارنگی زیاد است. ببینید از آن که گویا که نو این یک نفس تازه است در موسیقی فضایی ایجادی و هنری تاجیکستان. میدونی برای چی میگویم؟ برای آن که حاضر من همین گویا که خطی رشد موسیقی را تا به امروز 10 ساله ها جدا میکنم و فکر میکنم موافق میشوی. 10 ساله 80 و 90 10 ساله طلایی رشدی 1980 و 1990 را در نظر دارم. دوره طلایی رشدی هنری موسیقی کسبی و نمیدونم عموما دنیای هنر موسیقی تاجیکستان بود و 10 ساله 90 2000 رو دوره تنزل هم نام می شود. اما این 10 ساله 2010 2020 الکی زیاد همچون نگاه کسبی من است به حیاتی فضای هنری و موسیقی همین تاجیکستان خیلی زیاد پیشرفت و رشد شد. از چی؟ مثلا من 10-15 سال پیش همین فکر دائما میگفتم که برای رشد هنر موسیقی ما مطربان نمیرسند. در حقیقت همینطور بود. تنظیمگران موسیقی نمیرسند. در حقیقت همین طورم بود. حاضر خیلی شکر که هم مطربای بهترین در روی صحنه هستند، هم تنظیمگران موسیقی در روی صحنه هستند. یگانه همون سگمنتی که ما قفا میمونن همین لوحه سازی و کلیپ سازی هست. در حقیقت همین روشات میگویم. برای همین هم هنرمندای ما میروند در مثلا خارج از کشور خب کلیپ هایشون رو میسازند، اما از نگاه ارنجیروفکا یا که تنظیم موسیقی مطربای نوازندگای با مهارت خوب، چی ویولین نواز، موسیقی نواز، چی ساکسافون نواز، چی خب اسباب های سنتی دوتار و رباب. یعنی که از این لحاظ مثلا از این بها دلم آرام است که صنعت هنری حاضر موقعش بالاتر است. من البته احساس میکنم که شما بسیار با یک دیپلماسی به خود خاص هم کسبان هم پیشگان خودتون حمایت میکنید. اما یک سوال دیگر، چرا کنسرت دادن از بین رفت؟ انا این باز یک معمای دیگر است. در کاخ جامع خدا رو شکر ما دانشجو بودیم، سالهای 2010 کنسرت ها میشد، افیشه ها بود، یعنی شعار آویزه ها بود که آویزه های اعلان ها بود که فلان سراینده فلان وقت کنسرت میدهد. به هر حال خریدن بلیت هم بود، آمدن هم بود. اما هم حاضر در فیلارمونیا، هم در امفی‌تئاتر، در دیگر زال‌های تالارهای کنسرتی کنسرت دادن از بین رفت و یگانه گویاکی یکم، این هم البته با یک گل بهار نمیشود، زنده تر است و کنسرت برگزار کند، کاخ سروش است و اون کاخ سروش هم در یک ماه شاید یک بار یا 2 مرتبه و همگی 3 ساعت، در حالی که در کشورهای همسایه یک سراینده 1 هفته کنسرت میدهد یا حداقل 3 روز کنسرت میدهد. یعنی باید ما اقرار شویم که ما از نه تنها شمال بسیار زیبا دوره بندی کردید و از رشد ما خوشبین هستید، از رشد صنعتی ما. لیکن من نمیبینم در مثال های زنده نمیبینم که ما هیچ رشد کرده باشیم. یا که در مسئله ثبت شما میگید ما خیلی پیش رفتیم، تنظیم آواز و این چیزها خیلی پیش رفت، اما من که به بزرگی دلیر نظرف ایمان آوردگی هستم و به کسبیت و حرفه‌ای بودنش ایمان دارم، هنوز هم در تاشکند و در قزاقستان ثبت میکنه، در الماتو ثبت میکنه. یعنی اپاراتی ثبت ما، اون اسبابی که ثبت میکند و صدای یک نوازنده، یک مثلا
رباب یا تنبور یا هر چیزی که باشد تازه ثبت میکنن فکر میکنم ما نداریم. خوب اینا من اسقاط کردم گفتم که حاضر همین دو سگمنتی که ما قفا میمونیم هنر ما یکیش همون کلیپ سازی است و دومش ثبت استودیو. اما مثلا در اینجا با سیوم عنصر تنظیم موسیقی است، ارنجروفکی میکنیم. در این خوبتر موفقتر هستیم. درست قید کردیم. خب ببینید کنسرت های در مسئله کنسرت ها خب حتی یادم است در وزارت فرهنگ یک فرمانی هم مثلا تولید شده بود چندیکی، یعنی که هنرمندایی که کنسرت برپا میکنن خب در دلخواه تالار یعنی که طلبات یا فرمان یا طلبات نمیدونم پیشنهاد بود دقیقا در یادم نیست که در دلخواه تالاری که کنسرت خود رو برپا میکنن باید همون طلباتش اینطور بود که نه کمتر از همون 3 ساعت و حتما اجرایشی زنده. خب انا همین پهلوی همین مسئله که سببگاری کمک رشد نکردنی همون صنعت ما نیست. خب همین چیز است که ما تا به حال کنسرت های زنده رو یا طلب نمیکنیم از همون صرف باید کنسرت زنده باشد همون هنرمندی که مثلا کنسرت برپا میکنن. یک سببش همین است. خب ما چرا خود را فریب کنیم؟ چرا خود را فریب دهیم که در حقیقت کنسرت هایی که برپا میشوند 80%ش زنده نیست، با فونوگرام است. چرا؟ بسیار کم است. بسیار فونوگرام باشه اما کم است. بله. برای 10 میلیون اهالی تصور کنید در پایتخت کشور در یک ماه 1 یا 2 کنسرت میشود. بله ولی فعالیت کنسرتی ما همه همین عامل ها. خودتون چرا کنسرت نمیتونید؟ من خب ببینید شما میگید هر سال قریب 4-5 سرودی نو ایجاد میکنم، اون ایجاد کرده چیکار کردید استاد شما؟ اون کی معرفی میکنید؟ درست. من میدونید هر یک هنرمند همون راهنمای خود رو همون پلان یا که همون پروژه خود رو ایجادی خود رو میسازد. من الکی برای خود الکی همون پروژه ایجادی خودم رو ساختم که من در رشته آهنگسازی خب شرکت میکنم، فعالیت میکنم، پیش میروم. همون تنها با همون آهنگسازی یعنی که یک پهلوی ایجادم رو بیشتر وقت صرف میکنم همین ایجادی سرود رو. اون اهمیت هم داده باشی همون سرودایی که در یک سال 1-2-3 سرود ایجاد میکنم روی صحنه میان حتما که موضوع میهن و میهن پرستی است و من همین به خود قول به خود یک سپارش دادم که یعنی که همین رشته ژانر میهن و میهن پرستی رو سرودهای وطن دوستی رو از اینها دور نمیشوم در فعالیت ایجادی هم. یعنی کنسرت نمیدید خلاصه؟ اما بله من به روزها بسیار حواس میکنم که سرودهای دوران هم عشقی و هم وطنی که صحنه پره میخواند یا یک میدان ورزشی میخونند همه میخونند. میگه در ما این گونه سرود همین یک سرودی شما نشد. خب شما میگید ما پیش رفتیم. شما میگید ما پیش رفتیم در حالی که ما سرودی همگانه که در یک دوره 20 کس 30 کس همکارساز نشسته خوانیم نیست. ما مجبور رو میبریم به سرودهای زمان شوروی آخرهای سال 80 و 90 که اونا به هر حال همه میدونند. مبارک شوی ما میدونیم، تاج‌الدین محیدی میدونیم، لیکن در 40 سال آخر من ندیدم ترانه‌ای که به جز از این ترانه وطنداری که من وقتی که من آغاز میکنم دیگه رو ادامه میدن. در
فرق ندارد شما اهل هنر هستید، شما چوپان هستید، همه میدونند. این خیلی در روزها این گونه نیست. در روزها صدها ترانه هست که همشون یک جای میخونن. خب اینم دوامی همین صحبت میشود که اخبار زیاد هست، مواد زیاد در روسیه کم است، در همه جا زیاد هست. شما که گفتید من همه ساله 4-5 ترانه نو ایجاد میکنم و بعضی پیام ها هم رسوندید که من با نگینه دویت خوانم، دیدیم در تلویزیون، با خجسته هم خواندید، اون هم تماشا کردیم، چند سال پیش بود. البته تماشابینان زیرک هستند و خودی من هم همچون یک تماشابین مخلص شما. سعدی میگوید چون سخن گفتی دلیلش بیار، درست؟ بله. چی میشود که شما یگان چیزی از تازه هیچ کس نشونده باشد برای تنها یوتیوب کانال ما زمزمه کنید گویید که این چیزی نو است؟ یعنی من هنوز ادامه داده ایستادم. از همین چی استفاده بریم به مثل رکلامه همین سرود از همین برنامه صحبت ما استفاده بریم. من یک سرود تازه ترین ایجاد کردم. خب ما فکر میکنم که این ایده رو نمیدوزدن، چون که در چیست امروز فردا ثبت میشود، ثبت استودیویی یعنی که ثبت میشود سرود و با دوستم حق نظر حکمزاد میخواند و ثبت میکند. ای زن طلوع شادی خورشید روزگار، من صبح را به نام تو آغاز میکنم، از هر کنار چیده پرو بال خویش را، تا آشیان مهر تو پرواز میکنم. هرگز گمان مکن که زمانه روم ز تو، چون عشق من به هستی تو جاویدان است. تقدیم حسن سبز تو بود، عشق پاک توست، حال و هوای شعرم اگر عاشقانه است. ای آفتاب عشق من، ای اختری امید، با من بیمان که هستی من دوستدار توست. گر میروم به عرش و یا زیر خاکدان، در هر کجای دهر دلم انتظار توست. دوستان ارجمند، اینک رسیدیم به پایان برنامه و مهمان ما بودند آهنگساز و سراینده معروفی تاجیکستان استاد تابش هلالی. بار دیگر استاد را به استودیوی یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت خوش آمدید میگوییم. ما هم امیدوار هستیم که آینده نه تنها استراده ما بلکه آینده هنری صنعتکاری ما در پیش است. گلگل شکفتن ها، کنسرت های سلسله دار و سرشار از تماشابین بودنی تالارهای کنسرتی فکر میکنم ما را انتظار است. با این امیدهای نیک با شما خیرباد میگوییم. زنده باشید تا برنامه های آینده.